در موقع عاشورا و در مجالس اینها این قضیه امام حسین و قضیه کربلا بهانه‌ای قرار میگیرد. برای چی؟ برای اینکه به بقیه صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین میدن و اعمال زشت و ناپسند انجام میدهند و از دم همه رو لعن و نفرین میکنن که من در هفته گذشته در زیارت عاشورا مطالبی رو خدمت شما عزیزان بیان کردم. اما یکی از مسائل مهمی که باید در اینجا لازم هست که گفته شود که متاسفانه خیلی از چه شیعیان چه اهل سنت در این موضوع دقت نمی کنن. مشکل امام حسین و مشکل کسانی که امام حسین با اونها درگیر شد مشکل عقیدتی، مشکل اسلام و کفر نبود. امام حسین خلافت میخواست و حکومت میخواست. شیعیان فریبش دادن، براش نامه نوشتن، باش بیعت کردن، بعد بهش خیانت کردن و کسانی هم که در مقابل حسین رضی الله تعالی عنه قرار داشتن انسانهای صالحی نبودن. حتی طبق بعضی از روایات امام حسین پیشنهاد میکنه که یا بگذارید برگردم یا بگذارید به جهاد برم به یکی از اماکنی که در اون موقع جنگ بین اسلام و کفر قرار داشت، یا اینکه برم شام با یزید بیعت بکنم. این سه پیشنهادش رو قبول نکردن، گفتن الا بالله که همینجا باید تسلیم ما بشیم و این رو حضرت حسین نپذیرفت. پس خیلی از این ماجراهایی که ما در تاریخ اسلام داریم، واقعه صفین هست، جمل هست، کربلا هست، قضیه ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما در مکه است، بیشتر اینها جنبه سیاسی داره. یعنی کسانی در حکومت بودن، کسانی مخالف با حکومت بودن، جنگی صورت گرفته بینشان، درگیری صورت گرفته عرض پوزش و این یک چیز طبیعی است و این یک مشکل سیاسی بوده، مشکل اسلام و کفر نبوده که گویا طرف مقابل تعدادی از کفار و مرتدین بودن که به خاطر مثلا شیعیان طوری وانمود میکنن در مجالس عزاداریشون که بله این عقده‌های نمیدونم ابو سفیان و بنی امیه و فلان اینها بود که بر علیه رسول الله و اسلام و مسلمین داشتن که در کربلا خالی کردن و در صفین خالی کردن و در جمل خالی کردن. اینا همه دروغ هایی است که اینها میبندن. بله امام حسین هم یک انسان بود، دلش قدرت میخواست، دلش حکومت میخواست و میخواست که خلیفه مسلمین بشه. فکر میکرد که حقدار است، فکر میکرد که به اصطلاح جانشینی یزید ابن معاویه درست نیست و این حکومت مشروع نیست. به خاطر همین در مقابل این حکومت قیام کرد. حالا این از یک جانب، بالفرض که قیام در مقابل حکومت باشه. اما آنچه که حسین رضی الله تعالی عنه رو به کوفه کشاند به اصطلاح فریبی بود که از شیعیان کوفه خورد و به طمع حکومت و خلافت حرکت کرد و اونها خیانت کردن و حسین رضی الله تعالی عنه رو تنها گذاشتن. این یک واقعیت است. خیلی از فرزندان صحابه که به اصطلاح کسانی بودن همسن و سال حسین رضی الله تعالی عنه، موقعی که ایشان از مکه خارج می شد، مثلا ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، اینا کسانی بودن که جلوی حسین رو گرفتن، مثلا یا ابن رسول الله تو رو خدا نرو، میدانی که اینا اهل غدر و خیانت هستن، اهل کوفه، نرو، اینا تو رو فریب میدن، تو رو تنها میگذارن. اما به حرف اونها گوش نکرد امام حسین رضی الله تعالی عنه و رفت و آنچه که نباید میشد شد. واقعی که ایشان به شهادت رسید.